که موږ حکومت کوو د ملت په زړونو حکومت وکړو په سرونو حکومت نه کوي. معین سیاسی وزارت خارجه طالبان که به دلیل مخالفت با امیرخان متقی به وظیفه‌اش حاضر نشده، از چگونگی وضع موجود افغانستان انتقاد کرد. سازمان ملل اعلام کرد که شمار آوارگان جنگ در جهان به شمول افغانستان و اوکراین از مرز 100 میلیون تن گذشت. دادگاه متهم حمله به 3 طلبه در مشهد برگزار شد و نخست وزیران پاکستان و چین بر ایجاد ساختار سیاسی گسترده و فراگیر در افغانستان تاکید کردند. سلام و وقتتان بخیر. به این سرویس خبری آموج نیوز خوش آمدید. پس از چندین ماه انزوا و دوری از کرسی معینیت وزارت خارجه طالبان، شیر محمد عباس استانکزی از امارات متحده عربی به کابل آمد و دیروز سخنان را به زبان آورد که واکنش‌های زیاد را به همراه شد. شماری میگویند که استانکزی گپ‌هایی را گفت که رهبران طالبان در 9 ماه اخیر به مردم در مورد آن دروغ گفتند. معین سیاسی وزارت خارجه طالبان که به دلیل مخالفت با امیرخان متقی به وظیفه‌اش حاضر نشده، دیروز از چگونگی وضع موجود افغانستان به صراحت انتقاد کرد. ځکه بین الملل چې ملت خلاف آقای استانکزی افزود اگر می‌خواهیم که حکومت کنیم باید بر قلب‌های مردم حاکم شویم، زیرا حاکمیت بر سرها ممکن نیست. که موږ حکومت کوو د ملت په زړونو حکومت وکړو په سرونو حکومت نه کوي. شیر محمد عباس استانکزی با انتقاد از سیاست طالبان در مورد اجازه ندادن به آموزش دختران گفت که باید بر اساس شریعت به این حق اسلامی و انسانی بانوان تمکین شود. معین سیاسی وزارت خارجه طالبان برخلاف دیگر رهبران طالبان از وضع موجود اقتصادی نیز انتقاد کرده و اضافه کرده است که رفتن شهروندان افغانستان به کشورهای همسایه نمونه از مناسب نمودن وضع موجود اقتصادی کشور است. او از عدم دریافت کرسی افغانستان در سازمان ملل و نشست کشورهای اسلامی از سوی حکومت طالبان نیز انتقاد کرد. سخنان شیر محمد عباس استانکزی با حمایت گسترده طالبان و شمار از شهروندان کشور روبرو شده است. برخی ها آن را نشانه از درک واقعیت موجود افغانستان از سوی این عضو شناخته شده طالبان می‌دانند. اما سمیع الله یوسفزی خبرنگار در واکنش نوشته آفرین به استانکزی که در نظر شخصی خود را بیان کرد، اما این به معنی تغییر موقف طالبان در مورد زنان و تعامل با جهان نیست. در همین حال کبیر حقمل مسئول روابط استراتژیک شورای امنیت در حکومت غنی در توییت نگاشته عباس استانکزی دشمن بدچهره و چشم سفید توسعه افغانستان است. حقمل افزوده استانکزی از همه اولتر طرح فروپاشی نیروهای امنیتی افغانستان را ارائه کرد و سخنان فریبنده او هیچ فایده ندارد. این سخنان استانکزی در حال واکنش برانگیز شده که پس از 9 ماه حاکمیت طالبان وضعیت اقتصادی مردم بدتر شده، هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته، دختران اجازه رفتن به مکتب ندارند و جنگ موجود افغانستان نیز رنگ قومی به خود گرفته است. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرده است که برای اولین بار شمار مردمی که به علت درگیری‌ها در جهان آواره شدند به شمول افغانستان و اوکراین از مرز 100 میلیون تن گذشته است. فیلیپو گرانده کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز دوشنبه 2 جوزا هنگام نشر گزارش تازه این سازمان میگوید که این رقم باید به عنوان زنگ بیدار باش برای اقدامات بیشتر برای ترویج صلح و رسیدگی به همه علتهای آوارگی اجباری عمل کنند. او افزوده است تعداد افرادی که مجبور به فرار از جنگ، خشونت، نقض حقوق بشر، آزار و شکنجه شدند اکنون برای اولین بار در تاریخ از مرز 100 میلیون تن عبور کرده است. این شمار افراد به علت جنگ در افغانستان، اوکراین و دیگر کشورها آواره شدند. گرانده تصریح کرده است 100 میلیون رقم فاحش است، به همان اندازه نگران کننده. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هشدار داده این رکورد است که هرگز نباید ثبت میشد. بر اساس اطلاعات جدید کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، تعداد آوارگان اجباری در سراسر جهان تا پایان سال 2021 به 90 میلیون تن افزایش یافته بود که ناشی از امواج جدید خشونت یا درگیری طولانی در کشورهای از جمله افغانستان، ایتوپی، بورکینافاسو، میانمار، نایجیریا و جمهوری دموکراتیک کنگو بوده است. افزون بر این، جنگ اوکراین در سال جاری 8 میلیون تن را آواره کرده است.
جلسه رسیدگی به اتهامات فردی که متهم به حمله با چاقو به 3 طلبه در صحن حرم مشهد بود، یک شنبه در ایران برگزار شد. تنها طلبه بازمانده این حمله خواستار مجازات متهم شد. وکیل مدافع این طلبه متهم را به عبداللطیف مرادی تبعی افغانستان معرفی کرد و گفت او متأثر از افکار تکفیری بوده است. هادی منصوری قاضی پرونده و رئیس این دادگاه که روز یکشنبه اول جوزا برگزار شد، اعلام کرد دادگاه همین یک جلسه بوده و رأی آن در زمان مقرر اعلام خواهد شد. سارنوال این پرونده متهم را عبداللطیف مرادی مشهور به عبداللطیف سلفی فرزند محمد طاهر معرفی کرد و گفت که او تبعی افغانستان و به شدت تحت تاثیر افکار تکفیری بوده است. بر اساس گزارش قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، متهم در جلسه دادگاه گفت در یکی از کشورهای همسایه اساتید داشتم و تحت تاثیر تعلیمات آنها قرار داشتم. او همچنین اعلام کرد در فضای مجازی فعالیت و بعضی از شبکه‌ها را دنبال می‌کردم. در حمله‌ای که روز سه‌شنبه 16 حمل در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد روی داد، یک نفر با چاقو به 3 طلبه به نام‌های محمد اصلانی، محسن پاکدامن و محمد صادق دارایی حمله کرد که اصلانی همان روز و دارایی چند بعد در شفاخانه جان باختند. پاکدامن نیز که زخمی شده بود اما زنده ماند. در جلسه دادگاه حضور داشت و از دادگاه خواست تا متهم در چارچوب موازین شرعی و قانونی مجازات شود. رسانه‌های ایران پیش از این ضارب را فرد 21 ساله به نام عبداللطیف مرادی افغان ازبک تبار معرفی کرده بودند که 1 سال پیش به صورت غیر قانونی از مرز پاکستان وارد ایران شد و ساکن مشهد بود. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان و وانگ یی همتای چینیش درباره آخرین تحولات افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه مشترک این دو وزیر خارجه گفت که دو طرف بر ایجاد ساختار سیاسی گسترده و فراگیر و محافظت از حقوق زنان و کودکان در افغانستان تاکید کردند. در اعلامیه این وزارت آمده است که دو طرف توافق کردند صلح و ثبات در افغانستان برای توسعه و شکوفایی منطقه حیاتی است. وزیران خارجه پاکستان و چین از طالبان خواستند تا سیاست داخلی و خارجی متعادل و سالم اتخاذ کنند و اجازه ندهد خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس اعلامیه دو طرف همچنین تصریح کردند که آماده‌اند دهلیز اقتصادی چین پاکستان را در مشورت با طالبان به افغانستان گسترش دهند. در اعلامیه مشترک همچنین آمده است که دو طرف از جامعه بین المللی می‌خواهند به جلوگیری از گسترده شدن بحران بشری در افغانستان کمک کنند و تعهدات خود را در مورد بازسازی اقتصادی و توسعه آینده این کشور با جدیت رعایت کنند. وزیران خارجه چین و پاکستان اعلام کردند تمام حمایت‌های ممکن را برای بازسازی و توسعه افغانستان فراهم کنند. آنان همکاری دفاعی چین و پاکستان را عامل صلح و ثبات در منطقه خوانده و از همکاری‌های دفاعی و تبادلات دوجانبه ابراز خرسندی کردند. بلاول بوتو زرداری و وانگ یی تروریسم را دشمن مشترک خواندند و از کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی خواستند برای ایجاد همکاری و مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن بکوشند.